حافظ ابن رجب در کتاب ذیل و طبقات الحنابله از ابوالعباس ابن عبدالحلیم نقل کردند که گفتند که کان الشیخ ابوالفرج ابن الجوزی مفتیا كثير التصنيف والتألیف. شیخ ابوالفرج ابن الجوزی این که سالی 598 از دنیا گذشتگی هستند، نه ابن القیم جوزیه. بعضی آدم ها این دو عالم را بیناشون اشتباه میکنند. ابن القیم جوزی میگوید، خطا هست، ابن القیم جوزیه هست. این آدم ابوالفرج ابن الجوزی این کلان سال است. این آدم سال 598 گذشته است. ابن القیم سال 700 و بعد گذشتند. مفتی بود، صاحب تصنیف بود، یعنی مؤلفات زیاد داشت. وله مصنفات فی امور کثیره. و این ابوالفرج ابن الجوزی کتاب‌های گوناگون داشت در اموری بسیار، در کارهای بسیار، در همه فنها کتاب داشت. حتی عددتها فرأیتها اکثر من 1000 مصنف. حتی شماریدم میگن و دیدم که از 1000 مصنف زیاد است. اون بعضی شاید کتاب خرد، بعضیش کتاب ضخم، بعضیش کتابی تفسیر داشتن، زاد المسیر مثلا. یعنی از 1000 مصنف زیاد کتاب شماریدم. و رأیت بعد ذلك له ما لم اره. بعد این حادثه با یک مؤلفاتی او را دریافت کردم که پیشتر ندیده بودم. یعنی این قدر کتاب زیاد برای نوشتن، آدم خودش کتاب زیاد داشتنش لازم، برای اینکه معلومات از کجا جمع کرده است.